آینده زمین، یک نگاه خوشبینانه. آیا نگران آینده زمین هستید؟ نگران نباشید. با هم می توانیم آینده‌های روشن‌تر بسازیم. تغییرات آب و هوایی و از بین رفتن تنوع زیستی چالش‌های جدی هستند. افزایش دما و رویدادهای شدید آب و هوایی زندگی را برای همه سخت‌تر می‌کنند. اما ناامید نشوید. ما می توانیم با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حفاظت از محیط زیست این چالش‌ها را پشت سر بگذاریم. فناوری‌های جدید مانند انرژی‌های تجدیدپذیر فرصت‌های بی‌نظیری را برای ما فراهم می‌کنند. انرژی خورشیدی و بادی می توانند جایگزین سوخت‌های فسیلی شوند و به کاهش آلودگی هوا کمک کنند. هوش مصنوعی و بیوتکنولوژی نیز می توانند در زمینه‌های مختلف از کشاورزی تا پزشکی به ما کمک کنند. شهرها در حال تغییر هستند. تا سال 2050 بیشتر مردم جهان در شهرها زندگی خواهند کرد. شهرهای هوشمند با سیستم‌های حمل و نقل کارآمد و ساختمان‌های سبز می توانند زندگی بهتری را برای ساکنان خود فراهم کنند. کاوش‌های فضایی به ما کمک می‌کنند تا سیارات دیگر را کشف کنیم. شاید روزی بتوانیم در سیارات دیگر زندگی کنیم. این یک فرصت هیجان‌انگیز برای گسترش مرزهای دانش و تمدن بشری است. آینده زمین به انتخاب‌های ما بستگی دارد. با همکاری و تلاش می‌توانیم آینده‌های پایدار و روشن برای خود و نسل‌های آینده بسازیم. همین حالا شروع کنید. با کاهش مصرف انرژی، بازیافت زباله‌ها و حمایت از محیط زیست به ساختن آینده‌های بهتر کمک کنید. برای اطلاعات بیشتر وبسایت ما را ببینید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.